اینا لله و اینا الیه راجعون. برادران ما هم بندگان خدا هستیم. در این دنیا در مدت املت وقت و فرصت آخر هم از این دنیا به سوی پروردگار بازگشت داریم. لحظه من و شما جنازه را می‌کنیم که دست 3 ساله گفتم برادرها از دنیا به سوی آخرت به سوی پروردگار بازگشت کرده است. کار همه ما و شما آخرین از برادران عزیز، ما همیشه همه برای مرگ آماده و تیار باشیم، چون که هیچ انسان نمی‌داند که لحظه مرگ وی کی میرسد. و وقتی که ما و شما به این مراسم و لحظه جنازه حاضر شدیم، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم کفی بالموت واعظا، شما واعظ است، تنبیهنده است، نصیحتگر است. باید از این عبرت بگیریم هر کدام من شما را از این دنیا به سوی آخرت برای این مرد خود را از غفلت بیدار کنیم، از گناه‌ها و کم‌تری‌ها توبه داشته باشیم تا اینکه وقتی از دنیا می‌رویم فارغ از گناه باشیم. صحبتی زیاد کردن، معنی اهمیت ایستادن. بالای انسان دو حق است، حق الله و حق العباد. حقی که الله داشته باشد حوالش به خدای مهربان است، اما حق العباد حق بنده های خدا از کدام انسان شما به آشناها تصویار باشد و قرضیدار باشد برادرش هستن و برادرشون هستن، یعنی در شاهد بیایه انشاءالله که دادراشون هستن حق ادا میکنن. خب دیگر اینکه در دوام کار کسی را چیزی که از غیبت کرده است، آزار داده است، خواهش میکنیم برادر عزیز ببخشه، خداوند بخشنده ها را دوست می‌دارد. اکنون در آخر خدا این برادرمون و خیر بگردانه و جوابش برای زبانش برای جواب منکر و نکیر گویا بگردانه و این رنج شفقت غریبی از سبب کفارت گناه‌ها و رفع درجاتش بگردانه در برابر مصیبت برای اهل بیت صبر جمیل ثواب بزرگ نصیب فرماید. و صلی الله تعالی زی مرگی این غریبان گریم امروز، زی داغی به طبیبان گریم امروز. زی مرگی این غریبان گریم امروز، زی داغی به طبیبان گریم امروز. دریغا کن جوانانی مهاجر، برفتن از جهان بودن مسافر. دریغا کن جوانانی مهاجر، برفتن از جهان بودن مسافر. ندیدن در جهان یکدم وفاء، بمردن در غریبی پر جفاء. در این خاکی غریبی خانه کردن، در و دیوار خود ویرانه کردن. کی بود اندر کنارت وقتی مردن، کی دید آن حالی زاری جان سپردن. کی شست جسمی تو را ای جان برادر،
کی پیچانید کفن بر تو برادر؟ کی بود آن دم تو را تابوت برداشت؟ بزری قبر جسمت را کی بگذاشت؟ کجا بودن تو را یار و برادر؟ کی گیرین از برایت جان دادر؟ کجا بودن تو را یار و برادر؟ کی گیرین از برایت جان دادر؟ کجا بود مادری زارت ببیند؟ دم اندر کناری تو نشیند. کجا بود مادری زارت ببیند؟ دم اندر کناری تو نشیند. کجا بود قبلگاه ای نور دیده؟ کجا بود مادری مهنت کشیده؟ کجا بود قبلگاه ای نور دیده؟ کجا بود مادری مهنت کشیده؟ وجودی جمله اش را آب کردی، دل و جانی همه بیتاب کردی. ندیدن اقربانت رفتنت را، به آخر الوداع گفتنت را. الها قبرشان پر نور گردان، عذابی قبرشان را دور گردان. برای اهلشان صبر عطا کن، به فضلت ای خدا اجر عطا کن. برای اهلشان صبر عطا کن، به فضلت ای خدا اجر عطا کن. زی مرگی این غریبان گریم امروز، زی داغی به طبیبان گریم امروز. زی مرگی این غریبان گریم امروز، زی داغی به طبیبان گریم امروز. دریغا کن جوانانی مهاجر، برفتن از جهان بودن مسافر. دریغا کن جوانانی مهاجر، برفتن از جهان بودن مسافر. برفتن از جهان بودن مسافر.